این قوطی برای فروش نوشابه‌های تشنشکن نیست، بلکه چیزی که در پشتوک آن نوشته شده است یک صندوقچه سحرناک است که سخاوتمندان میتوانند در آن محصولاتی که برای نیازمندان ضرور است گذارند و هم نیازمندان میتوانند از آن برای خود رایگان بگیرند. و چیزی در پشتوک آن نوشته شده است آنی که از صندوقچه میگیرد سر میشود و آنی که به داخل صندوقچه چیزی میگذارد عمرش دراز میشود. این قوطی خیریوی در نزدیکی بینای قصر جوانان و در روبروی راسته فروش نانهای مرکزی شهر خوجند گذاشته شده است. تشبسکار این اقدام رحمت الله غیاسov و بیساجده غیاسovی نفقه خور هستند. به نان فروش های این راسته آنها مبلغ داده خواهش کردند که هر صبح 10 دانگی نان 3 سامانی و 50 درمه گذارند. بچه‌های همشون خونه به در کردیم خاطرامو جمع کن خیرات کردیم. این زن سالمند حدود 40 سال بافندگی کرده و شوهرش سالیانی زیاد همچون فروشنده مغازه کار کردند. آنها میگویند مشاهده روزگار آدمانی که زندگیشان را به سختی پیش میبرند وادار به این اقدام نموده است. این کلان سالو فرزندشون دیگه ها پیندیدن. پیر سالو مثل فرزندو جای کارهازی کم کن. مکتبخانه و ایدی کن. نه همه رهگذران میدانند که در این قوطی نانهای رایگان گذاشته شده است و نانفروش ها به آنهایی که نیازمند هستند به این صندوقچه سحرناک راهنمایی میکنند. شکر پروردگار خودش اثر دادگی رزق مشما من میتونم من حتی بیام نمیام اینجا آمدم نه رزق من اینجا بوده است. برخی از ساکنان پیدایش چنین قوطی خیریوی را در شرایط کنونی به مورد و سری وقتی میدانند. همینجا نیه با هر جا مانا قوطی های با ناز میشد که آدم حاضر سال چتر که اینقدر وانی اکن شده میشه اکن بسیارتر میبینم و گذر همه آدمایی که بعضی هستن که میگن که مثلا حج برفتن دکر روز من میبینم که شرایطی حجروی نیست یا شهر برفتن بگذار همین سخاوتی همین کار تشکیل کنن بهتر. با من آدمایی که چی شون بداره شرایطشون بداره از خودشون هر چی میگذارن پیچنی می وافلی می چیپس می همین چیزها رو میگذارن. تأسیس قوطی خیریوی با نان رایگان در حالی است که سال گذشته با سبب بسته بودن مرزها و افزایش قرب سامانی نسبت به دیگر پولها نرخ آرد نیز بالا رفت. حالا نرخ یک خلطه 50 کیلویی آرد در تاجیکستان از 215 تا بیش از 260 سامانی به فروش گذاشته شده است که نه همه خانواده توان خریداری آن را دارد. بنابر آمار رسمی در تاجیکستان 182,000 خانواده کم بضاعت هستند. با شروع پاندمی کرونا ویروس و از کار محروم شدن صدها نفر در تاجیکستان و روسیه احتمال می رود شماره چنین خانواده ها بیشتر شده باشد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.